بعضی زنکو خودشون زیب زینت میتن میبروید اگر امرو شب شواکو بینیش تلخت میکفا چون او وقتا ایش پکلیوفکو نبداخی بعضش ممکن که شپکلیوفکای روش یک سانتیمتر باشه هم خیلی میزنن پرش میکنن که او وقت تولی این حنه رو یا دگرفته بودن کسب تو رو اینقدر گلگونه و اینقدر سفیده و اوپا زد که همون سفره رو اوژنگای روش پوشیده نشه عشرهای مصحف از جو میبرید میبچسبانید بر رو آن پلید در پیشش قرآن میگه حضرت گفت لو خشع قلبه لخشع جوارحه اگر دل این بدبخت ترس میداشت اعضای بدنش هم میترسید بازی نمیکرد در نماز در حضور پروردگارش سود است خیلی در نصیب مامی به دست چی کنم این باشه تو نصیب اگه جا میدونی او تقدیر نزد پروردگار مفهومه و خدا قسم یا نقشه بعضا کارایی میکنیم که حتی شیطان از کردنش عاجزه با شیطان سپیستش میکنیم بله وسوسه ای شیطان ای لیکن وقتی شیطان دید که ختم شیطان صفت شدی ای پیشت میگریزه ای رندت بزور ایو دیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین شیطان میگه انسان وقتی که گمراه میکنه انسان که گمراه شد و میگه من از تو بیزار و من از خدا میترسم دفع شو من بدو با کثافت تو اون شهاب از آسمان اگر تا بسوزونم من ای رنگی تو بیزارم من ای پروردگار میترسم الله حضرت مولوی قصه میکنه میگه بود کمپیر 90 ساله کلان پرتشنج روی رنگش زعفران چون سری سفره رخی او توی تو لیک در وی بود مونده عشقی شو یک کمپیر سین در 90 رفته است میگه خونه سوخته دندانو همه ریخته اینه که دارده قشقچک داره نوشگیش ریخ دندانهای او چون پیر شد خط کمان و هر حیثش تغییر شد حرسی شوی و شهوت و شوقش تمام حرسی سید پورا پورا گشته دام یا معرکه دعوتش میکرد ایخشن شوتی رفتیست یک مرد نکنه چون عروسی خاص رفتن آن خریف موی ابرو پا کرد آن منتقیف پیش رو آینه بینهاد آن عجوز تا بیا رایت رخ رخسار و پوز چه فسان کردیست آینه را در پیشش مونده است خوشو را میچینه خونش بسوزم حضرت نصیحت میکنه چند دزدی عشر از ام الکتیب تا شود رویت ملون همچه سیب چند دزدی حرفی مردان خدا تا ستانی آفرین یا مرحبا عاقبت چون بستری مرگت رسد از رخت این اشرها برهم فیتد ها روزه میشه که همه ای اشکار میشود یکی روزم بعضی کارهای میکنه که شیطان حتی در تعجب ببینه از برای خدا شیطان که رانده شد بجز یک خطا نکرد خود را برای سجده آدم ریزا نکرد شیطان 1000 مرتبه بهتر زی بی نماز کو سجده را با آدم و این بر خدا نکرد عمل بسیار مهمه برادرای عزیز آن گلگونه بیمالید آن بتر سفره رویش نشد پوشیده تر آخی رو اوژنگ میزنه ولی بعضی زنکو خودشون از زیب زینت میتن میبروید اگر امرو شب شواکو بینیش تلخت میکفا چون او وقتا ایش پکلیوفکو نبداخی بعضش ممکن که شپکلیوفکای روش یک سانتیمتر باشه هم خیلی میزنن پرش میکنن که او وقت تولی این حنه رو یا دگرفته بودن کسب تو رو اینقدر گلگونه و اینقدر سفیده و اوپا زد که همون سفره رو اوژنگای روش پوشیده نشه عشرهای مصحف از جو میبرید میبچسبانید بر رو آن پلید در پیشش قرآن موندگی قرآنای پیش همه از چرم بدن انا حاشیه های همون قرآن عیال بریده و جایی که حاشیه می نویسم که خانه سوخته در روش چسبانده است تا که سفره روی او پنهان شود تا نگین حلقه خوبان شود او هم پوسته که از سویت روش عیال بریده و در روش چسبانده است اشرها بر روی هر جو می نهاد چون که بر میخواست از جو می فیتون می چسبونه میگه و آخه او
وقت این کلیوی سوپر کلی نبود همین جاش میخیزه که بو میگالتا چند بارش مینیهود و میفیتاد گفت 100 لعنت بر اون ابلیس بود گیزلاشی میمونه میگالتا نو چوده را میگم کشم که میگالتا گفت خدا لعنت کنه ای ابلیسا شد مصور اون زمان ابلیس زود همین وقت میگه شیطان در پیشش پیدا شد او یادش کرده گفت قحبه قدیدی به ورود من همه عمری نیندیشیدم هر دبر این سیاه گفت بیوی پاد من به خدا قسم در حیات میرا پرسته ویده میکردم که اشری مصحف بریده و در او آدم کلی میکردم من همه عمری نیندیشیدم نزی جست قحبه این دیدم به حی کرد گفت تخمی نادر در فضیعت کشتی در جهان تو مصحف نگذاشت رود در گور گفت عجب پریومی عجیبه همه دیگه بیوارم ایتی یاد بگیرن تخمی قرآن نمیمونه دیگه همه شاید تلی میگیرن در روش و کلی میکنن و حضرت نصیحت میکنن بعد ابو دجانه گفت که یا رسول الله حقی ای چیه نامش سیماک ابو دجانه را سیماک ابن خرشه گفت حقش چیه گفت حقش همیه که همی قدر در سر و روی دشمن بزنیش که کجله شود گفت نباشه من میگیرمش بعد گریف میگم به همی یک غرور تکبر رنگ همی فیلی مست وری همی تا قدمو را پرتفته جواب دادرم حضرت صلی الله علیه وسلم تا تماشا کرد یک تبسم کرد گو همه حرکت ها را خداوند شو میبینه مگر در همه حالت همه حالت خدا را خشش میوید همه حرکت رفتار یعنی ابو دجانه اگر در غیر همه حالت یگان مسلمان همه رفتار کنه کو خداوند مقصد نفرت داره ناراحت میشود ای کو نه که در آن همه حالت خدا را خش میوید برای همین مردک در میدان هم همون مقصد اسلام دفاع میکنه خدا حفظت کنه سلامت باشید مو که حوصله ندارم تری همین یه هفته اگر بستم تلخه میکفم تری درست ایستادن نمیتونم خدا حفظ کنه خدا نگهدارتون باشه در امان پروردگار. سلام علیکم و رحمت الله.